جهنم. بنده چی شد؟ بله این هم حقیقت ما، زندگی ما دوران پراهندگی. نزدیک 9 ماه و اندی میشه ما تو ترکیه هستیم دیگه. حالا شاید جای سوال پیش بیاد که چرا شما با این وضعیت، با این اوضاع احوال اینجا چی میخوای، چی کار میکنی اینجا؟ مگه چی شد که اومدی اینجا؟ الان هم داری به قول معروف به این شکل زندگی میکنی؟ خودش سوال به قول معروف جالبی هست. چرا کشوری با این همه ثروت، با این تمدن بزرگ شما رو ناچار کنه که فراری بشید بیاید تو غربت، دوچار چه مشکلاتی عدیده‌ای بشی؟ مشکل جسمی پیدا کنی، مشکل روحی. حالا ما خودمون مشکل جسمی که از معلولیتی که داشتیم تو ایران 80% معلولیت ویلچری شدید، ولی اینقدر عرصه به ما تنگ شد، فشار زیاد شد که دیگه واقعا دیگه نشد. یعنی به نوعی مجبور به ترک ایران شدیم. شما الان تو دنیا معلولین یه تعریف خاصی دارن. اول معلولین رو محدود نمی‌کنن به اسم تکدیگر و یه انسانایی که باید برن گوشه خونه منزوی بشن و اونا رو گذاشتن کنار. معلولین حق دارن بیان تو جامعه فعال باشن، مثل انسانای عادی زندگی کنن، در حالی که دولت و اونا باید ساپورتشون کنن، حمایتشون کنن. ولی تو ایران نه، معلولین آقا اصلا هیچ حقی ندارن. یعنی نه امکانات، نه بستر مناسبی برای معلولین هست، نه حتی او امکانات توانبخشی بهشون داده میشه. یعنی من حتی میتونستم از بچگی راه برم، ولی اینقدر این مشکلات زیاد بود، عدیده بود، بی توجهی شد که دیگه یعنی دیگه ایزوله شدم، زمینگیر شدم، ویلچری شدم. نقش رهبر تو این مسئله اصلا واقعیت اصل این ماجرا از خود جمهوری اسلامی و از استارت انقلاب جمهوری اسلامی شروع شد، از شخص آقای خمینی، بعد از او جانشیناش آقای خامنه‌ای، که واقعا یه حکومت میتونم بگم حتی دست هیتلر و اینا رو از پشت بستن اینا. حالا واقعیت اینه که مثلا اینا رو دیگه جمهوری اسلامی نوعی از حکومت دیکتاتوری خاص خودش رو پیاده کرد که حتی او آزادی‌هایی که بعضی دیکتاتورها میذارن اونا رو هم سلب کرد. یعنی به نوعی شما هیچ اختیاری از خود نداشتی، هیچ صحبتی نمیتونستی بکنی، هیچ انتقادی نمیتونستی بکنی، فقط تو قالب هر چیزی اونا بخوان باید با اونا شما همراه بشید، چی بکنید. منم تو ایران حقیقتا نتونستم، چون من انسانی نبودم که بخوام با اون سیستم کنار بیام. نویسنده بودم، دست به قلم بودم، شاعر بودم، متن می نوشتم، حتی تو سمینارها، تو مجامع اینا میرفتم، شفاف صحبت میکردم که حتی اینا طوری شد وضعیت که منو تهدید کردن. یعنی منو انقدر زیر منگنه و فشار گذاشتن، چون من مسئول معلولین شهرم بودم. معلولین منو با عشق دوست داشتن، به من رأی دادن، منو انتخاب کردن. من چون او وظیفه‌ای که گردن من بود رفتم تو تهران، تو مرکز وایسادم، محکم وایسادم که حتی زنگ زدم مأمور نیروی انتظامی که اینا رو جلب کنه بیره بازداشت کنه. بعد نامه اومد حراست خود سازمان بهستی به شهر استان ما شیراز، من فسایی هستم، شهرستان فسا، که آقا کوروش قنبری در صورت ورود به تهران جلب بشه و واسه نیروی انتظامی بازداشت بشه. دیگه طوری شد که حتی دیگه فشار به من زیاد اومد که من تو خود خیابون فرستادم علنا بر علیه خامنه‌ای، علنا بر علیه دولتی که خامنه‌ای گذاشته سر کار. محکم صحبت کردم که اینا بسته‌ای به من زدن که تو اغتشاشگری.
بردن زندان من 1 ماه زندان بودم، تو بدترین شرایط شکنجه شدم. این آثار شکنجه منه، انگشتا شکسته، بدن کبود، او آثار کبودی حالا از بین رفته، ولی نشانه‌های شکستگی انگشت زیر بطون و ضربه‌های نیرو جمهوری اسلامی هست، مهرهای جمهوری اسلامی. افرادی که خائنن، خودفروشن، خودشونو میذارن در اختیار جمهوری اسلامی و نمیدونن شما کی هستین آقایون. شما چرا یکم به خودتون نمیایید؟ منو میبینید، وضعیت منو میبینید. من همه انسان‌ها رو دوست دارم، برای همه ارزش قائلم، ولی نه امثال خامنه‌ای و امثال آقایونی که خودشونو بس کردن به خداوند و دارن اونو به وسیله اون دارن مردم رو سرکوب میکنن، نابود میکنن، در صورتی که هیچ حس قشنگی تو اینا نیست، هیچ نیرو خوبی نیست. حالا جالبین بعد از اومدن من به ترکیه مصائب من دوباره ادامه داشت. یعنی جمهوری اسلامی اینقدر این عرصه رو تنگ کرده برای ما که حتی خود مقامات UN، حتی خود آقا اونا رو، ما ایرانی‌ها رو اصلا به عنوان یه حتی پناهنده هم آنچنان ارزشی نمیدن، ولی که میگن آقا تو ایران رو چرا ترک کردی؟ تو کشور من نه جنگه، نه مثل افغانستان، عراق، مثل سومالی قحطی است، همه چی داره کشور من، پس من چی اینجا میخوام؟ چی کار کرد جمهوری اسلامی به من؟ حالا بعد از ورودم به ترکیه دچار مشکل کلیوی شدید شدم. مدارک پزشکی من که اینا همه خودش هویت منو نشون میده، با رسمی، با خود اصل مدارک پزشکی من. 1 ماه من تو ترکیه بستری بودم. زمانی که به بیمارستان مراجعه کردم، دکترها انقدر حال من وخیم بود که اول اونو چیز نمی‌کردن، قبول نمی‌کردن. یعنی میگفتن شما آقا باید یه چشم اینا رو میتونید دقت کنید. مدارک پزشکی من، چند برگ هزینه‌هایی که برای من شده تو بیمارستان که هیچ منبعی منو حمایت نکرد، هیچ ارگانی، هیچ سازمانی منو حمایت نکرد. فقط چون من در حال مرگ بودم اونها توی عمل انجام شده قرار گرفتن منو بستری کردن. که بعد از اونم چون بعد از اینکه از بیمارستان ترخیص شدم نیاز به عمل دوم داشتم، ولی بیمارستان گفت هزینه تو بالا رفته، ما دیگه قادر نیستیم که بخوایم بیشتر از این مداوای تو رو ادامه بدیم. منم آقا این مدارکمو فکس کردم به UN، به اون چیزایی که مرتبط با این قضیه هست، ولی هنوز 1 ماه از این قضیه میذاره هیچ جوابی نگرفتم. ضمن من مصاحبه دوم شدم، من از این وکیلو میخوام، از خود UN، از خود ژنو، از خود دفاتری که با UN کار میکنن که چرا پورش قنبری با 80% معلولیت، با مصائبی که جمهوری اسلامی سرش آورده، با بدبختی‌هایی که آقای شخص خامنه‌ای و جمهوری اسلامی مسبب اون هستن، حالا باید قریب 10 ماه میشه بلا تکلیف تو ترکیه باشم. بعدن یه هم شغل من دارم زندگی میکنم، ولی چه زندگی؟ من دارم به خاطر اینکه نتونستم زیر بار خودفروشای مثل افراد جمهوری اسلامی برم، ولی اینجا حاضرم کار بکنم. آره. حالا اینجا بازم اون استثمار ادامه داره، اون چون اون وضعیت وخیم ما تو ایران، چون ما هم حقیقتا نمیتونم برگردم با جمهوری اسلامی سازگار باشم و یا حتی خانواده رو، فامیل و همه رو، دوستان رو ترک کردم، الان دارم اینجا زندگی میکنم. حالا جالب اینو بدونین، این یعنی شما 10 تا دونه قالب بزنید با این فشاری که متحمل میشه بر کلیه، بر عضلات و ستون فقرات شما، نمیتونی ادامه بدی. ولی من دارم روزی نزدیک 700 800 تا قالب میزنم، قالبی 5 قروش، یعنی 2 روزم طول میکشه که سنباده کنی. یعنی هر جوری من اینا رو بالا و پایین میکنم، پول اجاره خونم هم در نمیاد با کرایه آب و برق. حالا بر صورت این نیاز است که این نکته بهش توجه بشه، به این مورد توجه بشه که افرادی مثل کورش با این شرایط، با این وضعیت دارن واقعا چه مصائبی میگذرونن، چه زندگی میکنن، به گوش UN و مسئولای UN واقعا اینو ببینن که حداقل نسبت به امثال من یه توجه خاصی داشته باشن، نه توجه خیلی شگفت انگیزی، ولی اینی که کورش او گواهی 80% معلولیت من هم از کاغذ پیوست همینا بود که خود کمیسیون پزشکی چیز اونا رو، نه اونجا نیست، پیوست همینا بود. درخواست چی از سازمان ملل؟ درخواست من از سازمان ملل که سریعتر تکلیف پرونده من رو روشن کنن. یعنی من چندین بارم مکاتبه کردم با سازمان ملل، یعنی از وضعیت بحرانی خودم رو انعکاس دادم به سازمان ملل، ولی متاسفانه جوابی نگرفتم. هیچ کس انگار براش مهم نبوده آنچنان وضعیت بحرانی من.
درخواستم اینه که سریعتر پرونده منو چیز بکنن، جوابشو بدن. بعدا دیگه اینم وضعیت من است، شرایط من است که نیاز هست که یه اهرم حمایتی پشت من باشه، از من حمایت